مشکلی در زندگی دارید، بچه مریضی دارید، پریشانی دارید، احساس میکنید که بیماری صعب العلاجی دارید، همسایه نگاه بکن، تو دوستانت بچرخ، تو محله بچرخ، کدوم یکی از همه حلال خورتره؟ کدوم یکی از همه متواضع‌تر و خاکی‌تره؟ کدوم یکی از همه به خدا نزدیکتر و با تقواتره؟ کدوم یکی از همه با محبت‌تره؟ اگر چنین شخصی رو پیدا کردید، حتی اگر آدرس و تابلو هم نداشته باشه که اینجا هیکل می‌نویسن، اینجا تعویض می‌نویسن، اینجا افسون شرعی می‌کنن، اینجا باد می‌زنن، اینجا فلان می‌کنن، اینجا شفا می‌بخشن، حتی اگه تابلو هم نداشته باشه، در خونش بزن برادر، یا تو کوچه، تو مسجد، هر جایی دیدیش، من مشکلی دارم، دعا بفرمایید. همراه دعای خیری که برای خودت و فرزندانت می‌کنید، خدا این مشکل رو از من دور بکنه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند دعای خیر برادر مسلمان برای برادرش استجابت می‌شود بدونی که از اجر خودش کم می‌شود. چرا در حق همدیگر دعا نمی‌کنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نصرت اسلام و تقویت اسلام دعا کرد برای هدایت حضرت عمر رضی الله عنه. حضرت عمر شخصیت بزرگی در جاهلیت بود، در قریش بود، قدرتی بود. پیامبر دعا کرد خدایا اسلام را عزیز بگردان، قدرت ببخش، قوت ببخش، پیروز بگردان با اسلام و هدایت عمر ابن الخطاب. دعا مستجاب شد، عمر مسلمان شد و از اسلام عمر مملکت ما و مملکت روم و دنیا مسلمان شدن و اسلام واقعا به اوج رسید و قدرت گرفت. چرا دعای خیر نمی کنیم؟ چرا دعای هدایت نمی کنیم؟ چرا همه عادت کردیم نفرین بکنیم حتی به فرزندانمون؟ اگر بچه شیطنت کرد تو خونه، مادرش برمیگرده برو به درک. درک میدونی کجاست؟ اون مادری که میگه برو به درک، بعضی موقع دیگه دنبالش هم میگن برو به درک اسفل السافلین. اعلی العلیین داریم بهشت خدا و اسفل السافلین داریم قعر جهنم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جایگاه منافقین در درک اسفل سافلین هست. بهشت دارای درجات، جهنم دارای درکات. درک در جهنم، طبقات جهنم بهش میگن درک، اما بهشت دارای درجات. از اینجا شروع میشود میرود به بالا، صعود. بالاترین درجه بهشت فردوس اعلی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر وقت از خدا بهشت میطلبید فردوس بطلبید. ولی مادر خیلی راحت، بچه شیطنت میکنه تو خونه، به جایی که دعای هدایت بکنه خدا هدایتت بکنه پسرم. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به طائف رفت که دین و ایمان رو بر اونها عرضه بکنه، اون رو خونالود کردن، از طائف بیرون کردن. هرچی اوباش منطقه بودن دنبالش ریختن با سوت و هورا و تا پیامبر رو بیرون کردن. زید همراهش بود، سینه ایستاده بود، هرچی سنگ می آمد تو صورت زید میخورد. در یک محل بیرون از طائف نشستن. خداوند فرشته مسئول کوه ها رو فرستاد، گفت ای پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم، خدا منو فرستاده که به امر تو باشم. این طائف و مکه بین دو کوه بزرگه، به من اجازه بده تا به هم پرس بکنم تا هیچ احدی از اونها نمونه. نبی خدا را اذیت و آزار رساندن. پیامبر همطوری که خون از خودش پاک میکرد و خیس عرق شده بود و دل آزرده شده بود، گفت اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدای قوم منو هدایت بده، اونها نمیدانن. نبی رحمت بود. اما مادر میگه برو به درک اسفل سافلین، یعنی برو به جهنم. این بچه طبیعی که جهنمی خواهد شد، ناخلف خواهد شد. وقتی مادر که اون همه عاطفه داره همش رفیق میکنه، از همدیگه دعای خیر بطلبید، برای همدیگه دعای خیر بکنید.